عبدالرحیم دوستماتوف مشهور با نام ملا عبدالرحیم پانغازی یکی از روحانیان شناخته در ناحیه اشت روز 23 ایون در شهر ایژیوسک روسیه درگذشت. وی 63 سال داشت. ملا عبدالرحیم پانغازی یک هفته پیش در نوار گفت که تب بلند دارد و در راه به شفاخانه است. علت رسمی مرگ او هنوز اعلان نشده است، اما در ویدیوی هفته گذشته بیشتر از نفس تنگی اذیت داشت و چند دفعه اشاره هم کرد که بعد بیشتر از 2 ماه خانه نشینی مریض شده و بدنش می سوزد. ملا عبدالرحیم پانغازی سال 1975 مکتبی به نام معدن را ختم کرده، بعداً تعلیم دینی را در شهر مرغلان ازبکستان گرفته است. 3 سال در نمنگان زندانی بود. خود او در یک صحبتش با نشریه روزگار گفته بود که سال 1989 از حبس آزاد شده به ناحیه اشت برمیگردد و همان سال امام خطیب مسجد مرکزی ناحیه تعیین می شود. در آغاز سالهای 90 به افغانستان فرار می کند. در صحبت با نشریه روزگار او گفته بود در آنجا 2 سال در بین مهاجران تاجیک مقیم افغانستان بودم. در زندان رضوان 12 روز محبسی بودم. بسیار لط و کوبم کردند. وی بعداً به پاکستان و عربستان سعودی رفته بیش از 2 سال در مکه و مدینه زیسته است. پس از امضای سازشنامه صلح در سال 1997 دوباره به وطن برگشت و اساساً به ساختمان مسجد و مکتب و شفاخانه مشغول بود. نور ایمان را که بزرگترین مسجد در ناحیه اشت به شمار می رود، ملا عبدالرحیم در سال 2008 به استفاده سپرد. سالهای اخیر برای ترمیم راه ویران شده جماعت پانغاز ناحیه اشت کوشش کرده است.